درود بر همراهان جان. خب تقریبا 1.5 ماه پیش یک ویدیویی منتشر شد که خبرگزاری ها و خیلی از پیج های میلیتاری روی این ویدیو مدعی شدن که شاهد 136 به موتور جت مجهز شده. اما ویدیو انیمیشن بود. این ویدیو شامل 2 شات بود. شات اول پروازش از روی خودرو، لانچش از روی خودرو، و شات دوم برخوردش به یک هدف تمرینی. اما این 2 ویدیو خدمتتون عرض شود که انیمیشن بود و من انتقاد کردم. در ابتدا یه پستی رو گذاشتم و توی کپشن اون پست همینطور که میبینید چند تا فکت آوردم، دلیل آوردم که این ویدیو انیمیشنه، یعنی ویدیویی که خدمت شما عرض شود که مشاهده کردید انیمیشن. اما خب خیلی از دوستان مدافع نظام اومدن فحاشی کردن، گریبان چاک زدن توی کامنت، همینطور که حالا مثلا یه نمونهش هستش اینجا میبینید که آقا این نه این ویدیو واقعیه، الا لله که این ویدیو واقعیه. بعد اومدم ویدیو دوم رو ساختم که تو یوتیوب هست و من اینجا کارتش هم میکنم که بتونید ببینید. یه سری دلایل، حالا همین دلایلی که توی کپشن اینجا قید شده بود رو دقیق‌تر بررسی کردم، این 7 دلیل رو. بعد به حضور شما عرض شود که اینجا اومدم ویدیویی شرح دادم، حتی 1-2 ایرادایی که دوستان مدافع جمهوری اسلامی کاملا مؤدبانه توی کامنت گرفته بودن، مثل قضیه هواکش و این حرفا رو اومدم با هواکش تاماهاک مقایسه کردم توی این ویدیو که الان دارید حالا خدمتتون عرض شود که پستش رو مشاهده میکنید. حالا من کارتش هم میکنم توی خدمت شما عرض شود که یوتیوب و توی اینستاگرام هم استوریش میکنم که برید ببینید. اما یه مستندی، حالا یه نکته هم بگم، من حتی توی این پست اولم نوشتم که در کل اگر این پرنده مجهز به موتور میکروجت شده باشه باید منتظر مستندات واقعی باشیم. حالا مستندات واقعیش اومده و ما میخوایم بررسیش کنیم. البته نه در این ویدیو، در ویدیوهای بعدی. این ویدیو رو دارم میگیرم فقط برای اون دسته از عزیزانی که جلو فحاشی میکنن، توهین میکنن. خدمتتون عرض شود که هر حالا حرف نامربوطی که میشه رو به من و بقیه دوستان نسبت میدن. یه ذره اگر عجله نکنید، خطابم به اون دوستانی که فحاشی میکنن، مستندات واقعی میاد، ما بررسی میکنیم همه رو، هیچ مشکلی هم نداره. فقط شما یه ذره عجله نکنید، دندون رو جگر بذارید. سالها من راجع به پهپادها تحقیق کردم، هیچ وقتم اسم خودم رو کارشناس نذاشتم، همیشه گفتم که یه ژورنالیستم. اما مطمئن باشید که در مورد پهپادها از شما بیشتر میدونم و میتونم راهنماییتون کنم و شما اگر یک مقداری خدمتتون عرض شود که حالا میشه گفتش که تحمل داشته باشید، مستندات که بیاد ما بررسی های لازم رو انجام خواهیم داد. اما چه شد؟ مستندی پخش شد به نام مستند پرچمدار که توی اون حالا یه گریزی به موشک ها زدن و بیشتر پهپادها رو بررسی کردن که ما دونه به دونه، حالا این مستند رو هم من پلی کنم، یه چند تا چند تا شات ازش ببینیم. اومدن از اول میشه گفتش که دفاع مقدس بررسی کردن تا اومدن جلو به الان رسیدن. به هر حال 2 شات واقعی در این مستند که بعدن حالا این نکته هم بهتون بگم، این مستند فریم به فریم ما هر کدوم از پهپادهایی که توش رونمایی شده رو بررسی خواهیم کرد. خدمتتون عرض شود که به هر حال 2 شات دیگه توی این مستند، شات واقعی، تصویر از شاهد 136 با موتور جت قرار داده شده که اینجا کاملا حرف من رو تصدیق میکنه که این ویدیو خدمتتون عرض شود که کاملا انیمیشنه. حالا دلیل انیمیشن بودنش چیه؟ ببینید از شاهد 136 با موتور ملخی از این زاویه فیلم گرفتن. خب انهدام اهدافش هم که فیلم ریلش هست، اما به هر دلیلی دوربین خراب بوده،
حافظش پر شده بوده، باتریش تموم شده بوده، یادشون رفته بود اصلا بزنن رکورد کنن، از این زاویه از شاهد 136 فیلم نداشتن، با موتور جت البته فیلم نداشتن، شاهد با موتور جت تو این زاویه فیلم اومدن این انیمیشن رو ساختن، از این طرف اومدن این انیمیشن به هدف برخورد کردنش هم ساختن. این هیچ اشکالی نداره، اما این اشکال کجا وارد میشه که بیایم ما این ویدیو رو استناد کنیم بهش، قبل از اینکه هیچ ویدیو واقعی وجود داشته باشه به این ویدیو استناد کنیم بگیم که شاهد 136 مجهز به موتور جت شده. حرف اینجاست، باید مستندات واقعی بیاد تا دنیا مسخرمون نکنه. به هر حال حالا 2 ویدیو واقعی که یعنی 2 شات واقعی که بیرون اومده رو براتون پلی میکنم و یه بررسی میکنیم. این 2 شات دقیقاً صحبت‌های من رو در ویدیو قبلی میشه گفت همه مواردی که گفتم رو تایید و تصدیق میکنه. مطلب اول، اینجا شما نگاه کنید، طول شاهد 136 با موتور جت حداقل 50 تا 70 سانت بلندتر از طول شاهد 136 با موتور خدمتتون عرض شود که ملخی شد. حالا کجا؟ اینجا من تصویرش رو دارم براتون آوردم. ببینید اینجا مشخصه، این طول مشخصه، طول شاهد 136 با موتور جت هم تو این فریم کامل مشخصه. چرا زیاد شده؟ به دلیل همون هواکشی که خدمتون عرض کردم، گفتم اگر بخوان که روی بدنه شاهد 136 با موتور پیستونی موتور جت بذارن، هواکش و اگزاست موتور میکروجته باید تا کمر بدنه این خدمت شما هر شود که شاهد 136 با میکروجت رو پر کنه، یعنی باید بیاد جلو بلندتر باشه. حالا اومده به عقبش اضافه شده، هیچ اشکالی هم نداره، خب بالاخره طراحی کردن و زحمتشون به این شکل بوده که حالا به عقب میشه گفتش که پرنده اضافه کردن و طول بدنه رو افزایش دادن. به هر حال حالا اینجا اومده شات دوم میاد در روی کاپوت خودرو لانچ رو داره میگیره که دماغه پیداست و بعدم که پرنده بلند میشه و کامل پیداست. ببینید تو اینجا هم کامل تفاوت ها فاحشه. اینجا اصلا ما سنسور خدمت شما میگم سنسور دوربین نظارتی داریم، حالا دوربین کشف هدف داریم، نظارتی که نه این پهپاد انتحاریه، دوربین کشف هدف داریم، حالا یک سیستم الکترو اپتیکال دیگه، احتمال داره دوربین آی آر داشته باشه یا دوربین تیوی داشته باشه یا خدمت شما هست که سنسور مادون قرمز داشته باشه. به هر حال هر چیزی میتونه داشته باشه و مشخص هم نیست هنوز مشخصات دقیق این حالا میشه گفتش که سیستم چند طیفی که اضافه شده. به هر حال این اضافه شده که ما در این ویدیو انیمیشنی یا یکی از سوتی‌ها این بوده که همچی چیزی رو نمیبینیم. حتی طول دماغش هم باز متفاوته با این ویدیو اصلی، یعنی تو این ویدیو اصلی طول دماغ خیلی بیشتره. به هر حال حالا کاری به اینا نداریم، شما در اینجا دارید میبینید حالا میشه گفتش که پرنده واقعی رو نسبت به پرنده انیمیشنی که ساخته شده. اما این ویدیو رو ساختیم که یک اعتمادی هم ایجاد بشه که اگر من ایرادی وارد میکنم تمام جنبه ها رو بررسی کردم بعد اومدم دارم این ایراد رو وارد میکنم. نیازی به فحاشی نداره، شما مؤدبانه نقد کنید، من میشنوم، جواب میدم بهتون و به حضور شما عرض شد که اگر یه مقدار صبر کنید یه همچین ویدیویی میاد مشخص میشه که حقیقت چیه، حالا میشه گفتش که و انیمیشن چی، حالا دروغ اگر نخوایم اسمش رو بذاریم انیمیشن چی. به هر حال این مشخص شد. من یه چند ثانیه‌ای هم یه توضیحی بدم راجع به این شاهد 136 با موتور جت. یک آپگرید بسیار بسیار عالی داشته، به نظر من خیلی بهتر از نسخه قبلی، مشخص زحمت زیادی روش کشیده شده و میشه گفتش که حالا آزمون و خطاهای زیادی انجام شده تا به اینجا رسیده. قبلا من گفته بودم توی انتحاری ها شاهد 136 رو دوست دارم، ولی بیشتر نگاه هم به پهپاد امید ارتش هستش که آپگرید های بهتری بگیره، اما خب شاهد 136 اینجا جلو زد و یه جورایی میشه گفت با این آپدیت و آپگرید خفن واقعا منو به وجد آورد. خیلی خوبه تو نوع خودش و به حضورتون عرض شد که بعداً بررسی خیلی خیلی بیشتر خواهیم کرد این مورد رو هم و این ویدیو کاملا مستند پرچمدار رو تکه به تکه راجع به هر کدوم از صحبت هایی که میشه و پرنده هایی که نمایش میدن بررسی خواهیم کرد
و به حضورتون عرض شود که نکته آخری که میتونم بگم اینه که یک ویدیویی رو هم من دارم، یک انیمیشن البته دارم آماده میکنم که از شاهد 136 به عنوان سرکوب پدافند میخوام حالا با نقش سرکوب پدافند یه سری امکانات بهش اضافه کردم، یعنی به شاهد 136 اضافه کردم که بتونه سرکوب پدافند انجام بده به شکل خیلی حرفه‌ای که بعداً اون انیمیشن رو هم تکمیل که بشه، حالا فعلا خیلی کار داره، به نمایش خواهم گذاشت. و اینکه خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. پاینده و پیروز باشید. پاینده ایران.